حسین به ما ایمنی میده 100%. ما با حسینی بودن ایمنیم یقینا. این روایت بسیار ناب وجود مقدس امام صادق بخونم که حضرت ایمن بودن حسینی های عالم رو در قیامت بیان میکنه با سند. این روایت در کتاب با عظمت کامل و زیارات امام صادق میفرماید وقتی روز قیامت بشه یه منادی، یه صدا دهنده صدا میزنه عینه زوار الحسین ابن علی، زائران حسین ابن علی کجان؟ یعنی اونایی که نه یه بار نه دو بار نه سه بار کرارن به زیارت ابی عبدالله رفتن. کی زائر واقعی ابی عبدالله است؟ پیغمبر میفرماد مؤمن. کی مؤمنه؟ امیرالمؤمنین نشونه میده. به حضرت ابی عبدالله الحسین فرمود یا عبرت کل مؤمن، هر کی برات گریه کنه نشونه اینه که مؤمن. ما در حد ظرفیت خودمون یقینا مؤمنیم. یه گروهی از مردم بلند میشن، عدد اینا رو کسی جز خدا نمیدونه. چون از زمانی که حضرت شهید شده تا حالا چقدر زائر بوده رفته کربلا، چقدر مؤمن ابی عبدالله رو زیارت کرد. به اینا میگن چقدر زیباست. شما برای زیارت قبر ابی عبدالله چه نیتی داشت؟ همه جواب میدن یا رب ما رفتیم زیارتش حباً لرسول الله، حباً لعلی و فاطمه و رحمت الله. خدایا ما به عشق پیغمبر و علی و زهرا و به خاطر اینکه از حادثه‌ای که براش اتفاق افتاد روز عاشورا دلمون سوخت، به خاطر سوز دلمون به زیارت او رفت. به اونها گفته میشه بغل دستتون رو نگاه کنید، پیغمبر و علی و فاطمه و حسن و حسین قرار دارن، کنار اینا قرار بگیر. هر کجا پیغمبر و علی و فاطمه و حسن و حسین و خدا ببره تو چه بهشتی شما رو میبره همونجا. برید کنار پرچم پیغمبر، همه حسینی ها میان کنار پرچم پیغمبر، در سایه این پرچم میستن و این پرچم به دست امیرالمؤمنینه. تمام حسینی های مؤمن عالم و با 5 تن با هم دیگه معهم وارد بهشت میشن.